با عرض سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز. این جانب مجید روحی هستم، جدا شده از فرقه رجوی. بحث امروز من محفل یعنی چه؟ من که از واژه‌هایی چون محفل و محفل زدن چیزی نمیدانستم، به او گفتم محفل یعنی چه؟ نمیفهمم. کدام محفل؟ آرمان گفت محفل یعنی چه؟ نمیفهمم. کدام محفل؟ آرمان گفت یعنی همین که دور هم جمع میشوید و میخندید و معلوم نیست در چه رابطه‌ای صحبت میکنید. اصلا هیچ میدانید کاری که شما میکنید یعنی همین دور هم جمع میشوید، قصه میگویید و میخندید. در ارتش آزادی بخش ممنوع است. ارتش آزادی بخش برای خود برنامه و قانون دارد و ما این کارها اداهایی را که از داخل کشور با خود به همراه آورده اید نمیپذیریم. هر کس باید فقط با فرمانده دسته خودش حرف بزند، نه اینکه با دیگران محفل بزند. از آن به بعد ما نتوانستیم با یکدیگر حرف بزنیم و ما هم آن را به عنوان قوانین انقلابی ارتش آزادی بخش پذیرفته بودیم. ولی در دسته ما تنها کسی که به این وضع احتراز داشت یکی از بچه‌ها بود که در نشست روزانه دسته به آرمان انتقاد میکرد و میگفت این چه قانونی است که دو نفر آزاد نیستند تا بتوانند به راحتی با یکدیگر حرف بزنند؟ این کارها چه معنایی دارد؟ آدم اینجا نمیتواند دو کلمه با دوستش صحبت کند، فورا صدایش میزنند که در چه رابطه ای با هم حرف میزدید. آیا در گروه های سیاسی دیگر هم اینطور است؟ ما چرا نباید بتوانیم با یکدیگر اختلاط کنیم؟ اصلا من نمیفهمم محفل یعنی چه؟ ما که زندانی نیستیم. یعنی چه؟ اینکه نشد دموکراسی. آرمان با شنیدن سخنان نفر بسیار خشمگین شد و با عصبانیت به او گفت خفه شو طلبکار بدبخت. ما آمده ایم ارتش که رژیم را سرنگون کنیم و باید تابع قوانین انقلابی ارتش باشیم. در ضمن هرچه هست از ارتش رژیم که بهتر است. دیگر بیشتر از این حرف نزن و دهانت را ببند. با تشکر.